سلام، من مهداد هستم و به یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی ویدیوهای قبلی راجع به این صحبت کردیم که چجوری دنبال یک موقعیت شغلی مناسب بگردیم، از چه راههایی میتونیم با موقعیت‌های شغلی مختلف آشنا بشیم و همینطور صحبت کردیم راجع به این که قراره راجع به چه چیزهایی در واقع ما صحبت کنیم توی این کانال و همینطور من در واقع یک بایوگرافی خیلی مختصری از خودم دادم و اگر ویدیوشو ندیدید این بالا میتونید ویدیوش رو روش کلیک کنید روی لینکش و ببینید. همچنین ویدیوی قبلی که راجع به در واقع راههای پیدا کردن کار و کانالهای مختلفی که میتونید از توش کار پیدا کنید صحبت کردیم، اون رو هم مجدد لینکش رو این بالا میذارم. توی ویدیوی امروز اما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ توی ویدیوی امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که حالا ما گشتیم یک سری در واقع کار پیدا کردیم، یک سری موقعیت مختلف توی شرکت‌های مورد نظرمون پیدا کردیم و حالا میخوایم برای اون کارها اپلای کنیم. برای اپلای کردن کار مهمترین چیزی که ما لازم داریم، یعنی اولین چیزی که ما لازم داریم، یک CV یا اگه بخوایم حالا اسمای دیگه‌ای که حالا یک کمی از نظر مفهومی متفاوتن اما خیلی جاها بهش میگن رزومه. CV یا رزوممون رو ما باید برای اون موقعیت شغلی و برای اون کارفرما بفرستیم. CV هم مثل تمام در واقع مراحل و متریال های یک جاب اپلیکیشن یک سری استانداردهایی داره، یک سری نکاتی داره که ما باید رعایت کنیم. اما اول از همه بیایم بگیم و ببینیم که CV چی هست. CV در واقع first impression یا اولین برخوردی هستش که کارفرمای احتمالی شما در آینده با شما خواهد داشت. اون کارفرما نمیدونه شما رنگ پوستتون چیه، نمیدونه شما از کدوم ملیتید، هیچ اطلاعاتی راجع به شما نداره و حتی صدای شما رو تا حالا نشنیده و صورت شما رو ندیده. پس ما در واقع چون اینجا مسئله حرفه و یک حرفه کاری وجود داره، اون CV ما هم باید یک CV حرفه‌ای باشه که از ما در واقع یک تصویر حرفه‌ای توی ذهن کارفرما بسازه که اونو راغب کنه که با ما تماس بگیره. حالا به طور کلی اگر بخوایم تعریف CV رو داشته باشیم، CV یک داکیومنتی هست که به صورت بسیار خلاصه در رابطه با رنج اسکیل های شما، سوابق کاری شما، سوابق تحصیلی شما و همینطور به طور کلی نشون دهنده این هستش که شما برای چی فکر میکنید، برای چی برای این کار اپلای کردید و فکر میکنید که برای این رول مناسب هستید. پس در واقع ماحصل CV علاوه بر صحبت کردن راجع به سوابق شما، راجع به تحصیلات شما، راجع به اسکیل ها یا مهارت های شما، در واقع ما توی CV راجع به همه اینا به صورت خلاصه با کارفرمامون صحبت میکنیم که بهش بفهمونیم که ما چرا فکر میکنیم که باید برای این کار اپلای کنیم و برای این رول مناسب هستیم و چرا اون کارفرما باید شما رو دعوت کنه به یک در واقع اینترویو یا با شما تماس بگیره. پس این شد تعریف کلی CV. چجوری یک CV استاندارد و خوب بنویسیم؟ اولین نکته این که قالب‌های بسیار زیادی، تمپلیت‌های نامحدودی توی اینترنت، توی ورد، توی یک عالمه پلتفرم‌های مختلف تمپلیت‌های فراوونی وجود داره، بی نهایت تمپلیت وجود داره. من نمیخوام بگم از تمپلیت‌ها استفاده بکنید یا از تمپلیت‌ها استفاده نکنید، اما همیشه این رو یادتون باشه که CV شما مختص شماست. پس شما نباید CV تون رو بر اساس یک شالوده در واقع یه CV یه آدم دیگه‌ای
یا یک تمپلیتی بنا کنید. تمپلیت ها یک عالمه مدل های مختلف دارن. یه سریاشون قسمت اسکیل دارن، یه سریاشون نمیدونم قسمت اینترست دارن، لنگویج دارن، یک عالمه سکشن های مختلفی دارن. ولی آیا معنیش اینه که شما باید تمام اون سکشن ها رو پر کنید و راجب خودتون و راجب تمام اون سکشن ها صحبت کنید؟ نه. CV شما مختص شماست. CV شما باید راجب شما صحبت کنه. پس اگر هم از قالب‌های آماده استفاده می‌کنید، این رو حتما یادتون باشه که لزوما شما نباید اون در واقع فیلدها، اون سکشن هایی که توی اون قالب هست رو استفاده بکنید یا اینکه خودتون رو محدود به اونا بکنید. شاید من احتیاج بشه بیشتر راجع به خودم صحبت کنم، شاید من یک سکشن هایی رو باید اضافه کنم به اون. شما میتونین از قالب در واقع دیزاینش، از اون در واقع تمپلیت میتونین از دیزاینش استفاده کنین، ولی نه اینکه بردارین در واقع برین ببینین که مثلا چه چیزهایی اینجا گفته ایژوکیشن، اوکی پس من باید بیام لیست تمام مدارک تحصیل رو بنویسم. نمیگم نباید بنویسین، ولی یادتون باشه که باید اون رو برای خودتون بکنین. یه نکته دیگه تو پرانتز بگم قبل از اینکه شروع کنیم راجع به نوشتن یک CV استاندارد صحبت کردن. لطفاً زنگ نزنید به فلانی من CV تو به نظرم خیلی خوب اومد، میشه برای من بفرستیش من یه نگاهی بهش بکنم؟ اوکی، CV های دیگران رو نگاه کنید، برید سرچ کنید ببینید آدمایی که تو همرده شما هستن توی اون در واقع حوزه کاری شما CV هاشون چیه. ولی تجربه به من نشون داده این تلفن زدنه، این مسیج دادنه به فلانی که برای من CV تو بفرست، من یه نگاهی بهش بکنم ازش ایده بگیرم، تهش به این ختم میشه که شما CV اون آدم رو تمام و کمال کپی میکنید برای خودتون. تو ناخودآگاه این اتفاق میفته. خواهشاً نکنید این کارو. این کار به ضررتونه. CV شما باید راجب شما باشه. قبل از شروع کردن به این که ما باید چه اطلاعاتی رو، چه سکشن هایی رو توی رزوممون بیاریم، لازمه که راجب یه سری نکات، بایدها و نبایدهای رزومه و یک سری نکات کلیدی و در واقع مفید در رابطه با رزومه یا CV صحبت کنیم. اولین نکته اینه که توصیه میشه و بنا به تجربه من بهتره که CV شما از 2 روی 1 ورق A4 بیشتر نشه. خیلی ها میگن 1 صفحه باشه، خیلی ها میگن 2 صفحه باشه، خیلی ها میگن اصلا مهم نیست. ولی تجربه من نشون داده آدم هایی که شروع میکنن فرایند استخدام رو نهایتاً 2 دقیقه روی رزومه شما وقت میذارن که سریع اسکنش کنن. پس من توصیهم اینه که نهایتاً رزومتون رو، CV تون رو محدود کنید به 2 روی 1 ورق A4. اگر بتونین فقط روی 1 روی ورق A4 باشه چه بهتر، عالیه. اگر نشد نهایتاً 2 روی 1 ورق A4 باشه، بیشتر از اون نشه. نکته بعدی این که CV تون رو خیلی خلاصه، خیلی در واقع موجز جلو ببرید. از کلمات کلیدی استفاده کنید، از بولت پوینت ها، اون جاهایی که لازمه که در واقع راجع به یه سری چیزایی توضیح بدید سعی کنید از بولت پوینت استفاده کنید، به جای اینکه بخواین در واقع دیسکریپتیو صحبت کنید یا خیلی بخواین شرح بدین یه چیزی رو. از بولت پوینت ها استفاده کنید. خیلی استفاده از فضاهای خالی رزومه، فضاهای سفید رزومه رو جدی بگیرید. از اون فضاهای سفید استفاده کنید برای جلب توجه مخاطب روی قسمت‌های کلیدی رزومه. خیلی‌ها فکر میگن او الان رزومه ما یه کمی سفیده، بذار پرش کنیم، بذار اطلاعات واردش کنیم. نه، لزوما شما نباید کل اون صفحه رو پر کنید. از فضاهای سفید استفاده کنید. استراکچر و در واقع یه جورایی میشه گفت پله بندی رو توی رزومه خیلی رعایت کنید. چیزی که خیلی مهمتره باید بیاد بالاتر با فونت بزرگتر، چیزهای کم اهمیت باید تایتل های کوچیکتر، وزن کمتر و پایینتر توی در واقع کنج باشن که حالا توی ادامه راجبشون صحبت میکنیم که چی باید باشن و کجا باشن.
نکته بعدی، استفاده از رنگ ها رو در رزومتون محدود کنید. رزومه شما نهایتاً باید از 2 رنگ تشکیل شده باشه به جز مشکی. اگر فقط مشکی و یه رنگ دیگه باشه، بتونید یه چیز شسته رفته و تمیز با این 2 رنگ مشکی و 1 رنگ دیگه تحویل بدید، خیلی عالیه. اگر نه، نهایتاً 1 رنگ دیگه. خیلی وقتا شده مخصوصا توی حوزه هایی مثل دیزاین و هنر یا یه همچین چیزهایی، گرافیک، من رزومه دریافت کردم، طرف فکر کرده باید بیاد الان مثلا با اون دیزاینش منو مثلا بکشونه سمت خودش. نه، فقط باعث شده من نتونم دنبال اون چیزی که میخوام توی رزومه بگردم. من زمانی که بخوام دیزاین شما رو نگاه کنم، به فرض الان مثال رشته های دیزاین و هنری رو زدم، میرم پورتفولیوی شما رو نگاه میکنم، نمیام رزومت رو نگاه کنم. رزومت رو میخوام نگاه کنم ببینم سوابق کاری چیه، میخوام بدونم چقدر درس خوندی، چی خوندی، کجاها کار کردی، اون جاهایی که کار کردی چه دستاوردهایی داشتی. این چیزها رو دنبالش میگردم. استفاده از فونت، از 1 یا 2 فونت مختلف توی رزومتون استفاده کنید و اون فونت ترجیحاً فونت خیلی، و نه تنها ترجیحاً، میتونم بگم الزاماً فونت خیلی خانایی باشه. از فونت های فانتزی توی رزومتون، فونت های انگلیسی که حالت هند رایتینگ دارن، تحریری نوشتن، استفاده نکنید. یک فونت خانا و استاندارد مثل اریل یا مثل کالیبری، یه فونت های این شکلی استفاده کنید و مطمئن باشید بعد از اینکه در واقع رزومتون رو ساختین، حتی ازش پرینت هم بگیرید، مطمئن بشید همه چی خاناست. خیلی فونت ها بزرگ نیستن، خیلی فونت ها ریز نیستن که خانا نباشن. حتما از رزومتون پرینت بگیرین و چک کنید، چون خیلی وقتا وقتی شما رزومه رو میفرستین به دست اون آدم میرسه، اون آدم رزومه های مختلف رو پرینت میکنه، میذاره رو میز، با همکارای دیگهش با هم بررسی میکنن. پس حواستون به این قضیه باشه. اینم از فونت های رزومه. یه نکته دیگه اینه که مطمئن بشید تایتل اصلی رزومه شما اسم و فامیل شماست، هایلایت شده، بزرگتر از ما بقیه چیزها و در بالاترین نقطه رزومه. خیلی‌ها مثلا دیدم بالای رزومهشون تایتل اصلی نوشتن CV یا رزومه، یه همچین چیزی. خب اون کسی که اون جایی که طرف تو سایتش گذاشته شما رزومتون رو آپلود کنید، خب مسلمه که شما رزومتون رو آپلود کردید و اون از اونجا پرینت کرده، دانلود کرده یا هر کاری کرده. لازم نیست اینو بنویسید. بالاترین نقطه در واقع صفحه رزومه شما و بولدترین چیز باید اسم و فامیل شما باشه. این رو حتما یادتون باشه، اهمیتش خیلی زیاده. از شیر کردن اطلاعات خیلی شخصی کاملا خودداری کنید. برای رزومه جایی نیست که شما توش بگید جنسیتتون چیه، بگین ملیتتون چیه، اینکه وضعیت تعهدتون چیه، اصلا مهم نیست این قضیه برای کارفرما. و در این در واقع استپ اصلا این چیزها اهمیتی نداره. لطفاً اطلاعات شخصی این شکلی رو به هیچ عنوان تو رزومتون شیر نکنید. نکته بعدی، رزومه شما نباید عکس داشته باشه. خصوصا برای کارهای حرفه‌ای رزومه اصلا لازم نیست عکس داشته باشه. تو یک سری کشورهای خاص میدونم که این مرسومه که رزومه ها عکس دارن، ولی 99% مواقع رزومه شما لازم نیست عکس داشته باشه و رزومه عکسدار یه جورایی کار غیر حرفه‌ای محسوب میشه. حتما CVتون رو بدید به یک آدم نیتیو، بدید به یک آدمی که متعلق به اون کشوره و آدم باسوادیه. حتما رزومه شما رو از نظر غلط املایی، از نظر غلط گرامری چک کنه و همینطور خیلی اکتفا نکنید به ابزارهایی که مثلا گرامر چک میکنن، غلط املایی چک میکنن. شاید یه جمله‌ای از نظر املایی، از نظر گرامری خیلی درست باشه، ولی برای یک فرد نیتیو توی اون کشور اصلا اون آدم اینجوری حرف نمیزنه. آدمهای نیتیو حتی توی زبان فرمالشون ممکنه اون جمله رو اون شکلی ننویسن و یه جوری کامپیوتری و خیلی ادبی بشه. پس حتما
رزومتون رو به یک آدم نیتیو نشون بدید و ازش بخواین که برای شما بخونه رزومتون رو، برای شما مرور کنه رزومتون رو و بهتون فیدبک بده از نظر غلط املایی، از نظر غلط گرامری و جمله بندی و اینجور چیزها. و نکته آخر قبل از اینکه بریم راجع به سکشن های در واقع رزومه صحبت بکنیم اینه که لطفاً توی قسمت لنگویج رزومه جز زبانهای اضافه بر زبان رسمی اون کشور چیز دیگه اضافه نکنید. من خیلی اینو دیدم که خصوصا توی ایرانی‌ها اینو دیدم، رزومه هایی که گرفتم اینجوری بوده که طرف یه قسمتی گذاشته نوشته language یا languages، بعد نوشته فارسی native، English upper intermediate یا professional یا یه همچین چیزی یا انگلیش فقط. اوکی، شما توی یک کشور انگلیسی زبان اگر دارین اپلای میکنید برای یک کاری، خب شما مسلمه که باید به اون زبان اون کشور صحبت کنید. حالا این وسط یه پرانتز من بگم، یک سری از کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن این اوکیه که راجبش صحبت کنید. خب چون مثلا دارم میگم من حالا راجب شرکت هایی که میشناسم تو هلند و آلمان این خیلی مرسومه که یک سری از کشورها در واقع انگلیسی زبان هستن، یعنی شرکت توی کشور هلنده، توی کشور آلمانه، ولی توی محیط شرکت همه با هم انگلیسی صحبت میکنن. پس اونجا اوکیه، اونجا بنویسید که اوکی من انگلیسی بلدم، فارسی بلدم، فرانسوی بلدم، آلمانی بلدم یا این چیزا. ولی مثلا شما دارین توی کشور انگلیسی زبان برای یک شرکت انگلیسی دارین اپلای میکنین، دیگه ننویسین من بلدم انگلیسی حرف بزنم. حالا سوالی که پیش میاد اینجا اینه که حالا ما چه چیزایی رو باید تو رزوممون بیاریم؟ ببینین همون جوری که توی اول ویدیو گفتم رزومه شما باید راجع به شما باشه و همونطوری که توی ویدیوی جستجوی کار راجبش صحبت کردیم شما باید برین راجع به اون شرکت تحقیق کنید. وقتی دارین اپلای میکنین برای یه کاری باید جاب دیسکریپشنش و آگهی شغلیه رو برین بخونین، ببینین چی میخوان، چجوری شما میتونین خودتون رو جا بدین تو اون شرکته و برین راجع به شرکت سرچ کنین، ببینین حوزه فعالیتشون چیه، مشتریاشون چیان، راجبشون صحبت کردم توی ویدیوی جستجوی کار و راهاش. و بعد بیاین رزومتون رو در واقع تغییراتی بدید و مناسب اون شغل کنید. چون همونطوری که اول ویدیو گفتم CV شما در واقع داکیومنتیه که هدفش اینه نشون بده شما چرا برای این رول مناسب هستید. پس باید این کار انجام بدید. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، آیا من باید برای هر رولی که اپلای میکنم یعنی یه CV جدید بسازم؟ جواب این سوال هم آره هست هم نه. ببینین شما یک CV رو بر اساس یه استراکچری ساختید. وقتی برای رول های مختلف اپلای میکنید لازم نیست دیگه بیاین از اول شروع کنین CV رو ساختن. یک کلمه، دو کلمه، یه جمله کم و زیاد کردن باعث میشه که شما بر اساس در واقع اون چیزی که شما رفتین راجع به اون رول تو اون شرکت، راجع به خود کمپانی، راجع به حوزه فعالیتشون مطالعه کردید، با کم و زیاد کردن یک کلمه، دو کلمه، یه جمله، دو جمله میتونید اون تغییره رو ایجاد کنید و اون CV رو مناسب اون رول کنید. و میگم استراکچر کلیش تغییری نمیکنه، معنیش این نیست که شما باید بشینین از اول CV تون رو طراحی کنید. شما سابقه کاریتون که تغییر نمیکنه، شما تحصیلاتتون که تغییر نمیکنه، اسکیلاتون که تغییر نمیکنه، ولی میتونین این شرکت اگه براش فاکتور X مهمه تو سوابق شغلی قبلیتون میتونید توی در واقع شرح وظایفتون یا مسئولیتاتون یا دستاوردهاتون بیاین راجع به یه چیزی که مربوط به اون چیزی بوده که اینا تو جاب دیسکریپشنشون میخواستن بیاین یه اشاره‌ای بهش بکنین. پس این هم از این نکته. تو ادامه این ویدیو میخوام راجع به سکشن های مختلفی که ما توی یک CV استاندارد تقریبا تعریف شده که باید داشته باشیم صحبت کنم. دونه دونه میخوام بگم که هر سکشن چی هست، چه اطلاعاتی توش باید بیاد، چه اطلاعاتی توش نباید بیاد
و اینکه کلا ما باید چیا رو بیاریم چیا رو نیاریم. اما قبل از اون یه نکته رو بگم که این سکشن هایی که نام میبرم یه چیز در واقع مدون بایدی نیست. شما بر اساس تجربیاتتون، بر اساس حوزه کاریتون، بر اساس در واقع بک‌گراندتون و اون کاری که دارین براش اپلای میکنید میتونید یک سری از اینها رو استفاده کنید، یه سریاشو پاک کنید، اصلا یه سری چیزهای دیگه‌ای بهش اضافه کنید. اما من به صورت کلی میخوام یه سری چیزهایی که تو اکثر رزومه ها میتونم بگم تو 80% 90% رزومه ها وجود داره رو در ادامه با هم دونه دونه بررسیشون کنیم. اولین چیز اطلاعات هویتیه. ما اول ویدیو گفتیم که اطلاعات شخصی و پرسونالتون رو نباید با دیتیل اینجا بنویسین. خب پس حالا چیا رو باید بنویسین؟ اطلاعات شخصی شامل اسمتون، همونجوری که گفتم هایلایت شده با یه فونت بولد در بالاترین نقطه، اسمتون، فامیلیتون، در واقع شهر محل سکونتتون یا توی یه سری از موارد کشور محل سکونتتون، آدرس ایمیلتون، اطلاعات تماستون، در واقع آدرس ایمیلتون، شماره تلفنتون، آدرس لینکدینتون. اگر پورتفولیو دارید، یک سری از شغل‌ها لازمش داشتن پورتفولیوه. یک لینکی به پورتفولیوتون، حالا میتونه لینک وبسایتتون باشه، لینک یک در واقع پلتفرم دیگه‌ای باشه که در واقع شما پورتفولیوتون توشه، لینک اون رو بذارید. باز اینجا تاکید میکنم اطلاعات شخصی مثل جنسیتتون، مثل وضعیت تأهلتون، مثل آدرس دقیقتون، اینها رو لازم نیست توی رزومتون بیارید. قسمت بعدی قسمت پرسونال پروفایل یا توی یک سری از مثلا قالب ها قسمت سامری در واقع اون رزومه یا سی وی هستش. این سکشن به صورت خلاصه در 2 جمله در یک پاراگراف باید بگه که شما کی هستید، راجب خیلی کلی اینکه اسکیل اصلی شما چیه، چی شما رو تا به اینجا کشونده. یعنی مثلا دارم میگم کار کردن 6 سال کار کردن در حوزه فلان شما رو به اینجا کشونده و الان بعد اینجوری باید تموم شه که الان دنبال چی هستید. یه مثال بخوام بگم، مثلا برای یک کسی که دانشجوه، یک دانشجوی فارغ التحصیل شده از رشته فلان با 6 ماه سابقه در واقع کارآموزی، متمرکز روی به فرض چه میدونم نرم افزار رو مثال میزنیم، متمرکز روی معماری اطلاعات و الان به دنبال یک رول در واقع تمام وقت که بتونم تحصیلاتم رو با سوابقی که توی این مدت کوتاه کسب کردم به کار بگیرم و در واقع به رشد اسکیل هام کمک کنم. این یه مثال خیلی کوتاه و خیلی خامی بود، شما باید ببینین برای خودتون چی میخوان. فقط خواستم بگم که خیلی کوتاه در 2 جمله، حالا یه جمله که خیلی کوتاه، 2 جمله نهایتا دیگه 3 جمله در یک پاراگراف خیلی کوتاه یک سامری از خودتون بدید. خیلی وقتا خیلی از آدما اینو لازم نمیدونن، تو رزومهشون نمیارن. قسمت بعدی قسمت اسکیل ها یا مهارت های شما هستش. توی این قسمت شما باید روی در واقع من اسمشو میذارم کور اسکیلز، روی اسکیل های کلیدی، روی مهارت های کلیدی. یعنی اگر شما رو محدود کنن بگن روی 10 تا دونه مهارتتون رو نام ببرید، شامل مهارت های نرم، حالا فارسی بخوایم برش گردیم، مهارت های نرم و مهارت های تخصصی و مهارت های سخت. اگر کلشو تو 10 تا بخوایم بگین چی میگین، اونها رو باید بیارین. حالا یه ویدیویی در آینده میسازم کلا راجع به این که مهارت های نرم یا سافت اسکیل ها چی هستن، تکنیکال اسکیل ها، مهارت های فنی سخت چی هستن و کدوم هاشو باید تو رزومه بیاریم، کدوم هاشو نیاریم، کدوم هاشو تو لینکدین بیاریم نیاریم. راجع به این یه ویدیو مفصل میسازم.
اما اینجا میخوام بگم خیلی روده درازی نکنید توی این قسمت. در حد 10 تا نهایتا 12 تا شامل مهارت‌های نرم شما، مثال تایملاین فلکسیبیلیتی، اینکه شما توی زمان بندی فلکسیبل هستید. مثلا excellent communication، مهارت برقراری ارتباط یا همچین چیزی به عنوان مهارت نرم. حالا تو مهارت‌های تخصصی به فرض یک فردی چه میدونم یک UX دیزاینر، بذار من از در واقع مثال عنوان شغلی خودم مثال میزنم، یک UX دیزاینر اینجا میتونه مهارت‌های تخصصیش رو بیاره، پروتوتایپینگ، یوزر تستینگ، accessibility، اینها رو میتونه بیاره، مهارت‌های تخصصی اون حوزه. اگر مثلا چه میدونم شما مدیریت پروژه کار میکنید، تایم منیجمنت، اجایل، مثلا پروداکت دیولپمنت، یه همچین چیزهایی. و بعد نرم افزارهایی که بلدین رو هم تو همین قسمت اسکیل، تو همین سکشن اسکیل میارین. من فتوشاپ بلدم، من اکسل بلدم، من فلان چیز بلدم، بنا به در واقع حوزه تخصصی خودتون. آیا لازمه که یک عالمه بیارم؟ نه، مجدد مثلا دارم میگم اوکی شما اکسل بلدید، ورد بلدید، آیا این مربوط به کسی میشه که حوزه تخصصیش چه میدونم معماریه، حوزه تخصصیش به فرض نه برنامه نویسیه؟ اوکی شما اینا رو بلدین، ولی واقعا خیلی به قول انگلیسی آف تاپیکه، خیلی خارج از موضوعی که بخواین اینو بیارید. میگم خودتون رو محدود کنید، بگین اگه من فقط بخوام بگم من 3 تا دونه به فرض اسکیل، 5 تا دونه اسکیله که توش عالیم، چی رو میگم؟ اگه محدود باشم نتونم شیشمی رو نام ببرم، اونا رو بیارید. حالا یک سری حالا بر اساس باز دوباره فضاهای خالی سی وی شما و یک سری چیزهای این شکلی، اگر جا دارین میتونین اینها رو در واقع جدا کنینش، سافت اسکیل، مثلا تکنیکال اسکیل، سافت‌ورز، اینجوری. تو این سکشن اسکیل ها من یک چیزی رو تو پرانتز به شما بگم، لطفاً به هیچ عنوان از این تمپلیت هایی که تو قسمت اسکیلشون با ستاره، با درصد نشون داده که مثلا چه میدونم من فتوشاپ بلدم 95%، نمیدونم من پروداکت منیجمنت هم خوبه 85%، نه، خواهش میکنم از این تمپلیت ها استفاده نکنید. به چشم کارفرمای حرفه‌ای این قسمت سکشن رو اگر به این صورت ستاره‌ای، 4 ستاره، 5 ستاره یا درصدی یا هر چیز این شکلی بذارین، بسیار بسیار کار غیر حرفه‌ایه. فقط نام ببرید، بعدن اگه لازم باشه تو اینترویو ازتون میپرسن چقدر قویین تو این مهارت. پس اینو یادتون باشه. قسمت بعدی قسمت تحصیلات هست. برای کسایی که سابقه کار خوب دارن من پیشنهادم اینه که اول راجع به سابقه کارها صحبت کنید و بعد راجع به تحصیلات. کسایی که تحصیلاتشون میچربه و یا ممکنه اون پوزیشنی که کار میخوان بگیرن پوزیشن دانشگاهیه، به تحصیلات اجازه مربوطه، و یا کسایی که سابقه کار ندارن، خب یا مثلا در واقع میگم بیشتر تاکید روی اون تحصیلات است، اون موقع بیارنش بالا. ولی به صورت نرمال اگر شما در واقع سابقه کار خوبی دارید، اول سابقه کار رو بیارین بعد تحصیلات. حالا تو قسمت تحصیلات ما باید چی رو بیاریم؟ اولا که ترتیبش باید به این صورت باشه از آخرین مدرک تحصیلیتون به ترتیب بچینید بیاد به پایین و اینها هر به صورت در واقع تایملاین تور و بولت پوینت تور. و اینا شامل چه اطلاعاتی باید باشه؟ رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، شهر و کشور، تاریخش که از چه سالی تا چه سالی بوده. و همینطوری مثلا دارم میگم دکترا، فوق لیسانس بیاین پایین. اگر تحصیلات دانشگاهی دارید دیگه تحصیلات پایین دانشگاه رو نیارید. این که مثلا من فوق دیپلمم این بوده، دیپلمم این بوده، نمیدونم در واقع پیش دانشگاهیم این بوده، IGCSE اینو دارم، اینا رو نیارید.
اگر مدرک تحصیلی دانشگاهی دارید. یه سری کارها هست، حالا چه نمیدونم کار جنرال یا چیزای دیگه هست، اگر مدرک تحصیلی در واقع بالایی ندارید، دانشگاهی ندارید، مثلا میتونید بگین که آره دیپلم دارید، GCSE دارید یا A level دارید یا یه همچین چیزی. برای کسایی که در واقع مدرک تحصیلی دارن، تازه فارغ التحصیل شدن، سابقه کار ندارن که چیزی توش بنویسن توی رزومشون، من توصیهم اینه که توی قسمت مدرک تحصیلی توی هر سکشنی که نوشتید یک چند تا بولت پوینت میتونید راجع به ماژول ها، راجع به چیزهایی که یاد گرفتید هم صحبت کنید. مثلا نوشتین لیسانس به فرض نمیدونم کامپیوتر دارم توی این دانشگاه، توی این مقطع، از این تاریخ تا این تاریخ. چون در واقع تجربه کاری زیادی ندارید، باید بین توی اینجا مانور بدین دیگه. می‌نویسیم مثلا من این ماژول ها رو پاس کردم به صورت بولت پوینت، اینو پاس کردم، اینو پاس کردم، اینو پاس کردم، بیشتر مثلا توی این ماژول با این نرم افزار کار کردم، با این زبان برنامه نویسی کار کردم، روی چه پروژه هایی کار کردم، اون پروژه ها چه دستاوردهایی داشته. ولی باز میگم به صورت شرح نباید باشه، به صورت تک خطی بولت پوینت باید باشه. کلیدی صحبت کنید، راجبشون صحبت کنید. ولی اگه سابقه کار خوبی دارید و احتیاجی به این قضیه ندارید، این قسمت رو فقط در حد اینکه چه تحصیلاتی دارید، چه دانشگاهی درس خوندید، چه تاریخی تا چه تاریخی، در این حد نگه دارید و بذارین اون شرح رو توی قسمت سوابق کاری بدید. سوابق کاری توی قسمت سوابق کاری مجدد مثل تحصیلات دانشگاهی از آخرین در واقع پوزیشنی که داشتید میچینید میاید تا در واقع قدیمی ترینشون. شامل چه چیزهایی باشه؟ شامل اسم اون رولی که داشتین، مثلا چه میدونم مدیر بازرگانی، چه میدونم طراح داخلی، یه همچین چیزی. اسم شرکتی که بودید، اسم کمپانی که توش بودید، تاریخ همکاریتون، مثلا از جولای 2017 تا مثلا اوگست 2021، یه همچین چیزی. و بعد بیاین اون پایین به صورت بولت پوینت راجع به دستاوردها، شرح وظایف کلیتون به صورت بولت پوینت خیلی خلاصه صحبت کنید. توی این قسمت باید بیشتر نشون بدید که بیشتر از این که ازتون چی میخواستن یا اینکه اون شرکت چی کار میکرده، اون پروژه چی بوده، باید نشون بدین که شما برای اون شرکت چی کار کردید، چه کمکی به اون شرکت کردید. یه مثالی اگه بخوام بزنم، مدیریت یک تیم 3 نفره مثلا دیزاینرهای جونیور، برنامه نویسهای جونیور، مطمئن شدن از اینکه این تیم 3 نفره داره خیلی پروداکتیو مثلا کار میکنه، با عملکرد و راندمان بالا داره کار میکنه. این چی میگم؟ یه اشاره‌ای به شرح وظیفتون میکنید که اوکی من وظیفم بوده که این تیم 3 نفره رو مدیریت کنم. و بعد تو قسمت دوم جمله این که به چه دستاوردی رسیدم و چه کمکی به کمپانی کردم. اگه من نبودم کس دیگه ای بود چه اتفاقی میافتاد؟ اوکی من بودم، باعث شد این تیم خیلی راندمانش بالا باشه. و همینطور از گفتن جملات و در واقع تأکید کردن روی دیتاهای، حالا اینجا بهش میگن نومریکال دیتا، روی ارقام و اعداد، روی دیتاهای عددی ازش غافل نشین. مثلا من یک برنامه نویسم، میتونم بگم که باز عین همون شرح وظیفه، کاری که از من خواسته شده، روزمره چی کار میکردم و بعد چه دستاوردی داشتم. به عنوان مثال تو این کیس برنامه نویسی من یه برنامه نویس بودم، اوکی اعمال فریم ورک فلان در پروژه فلان این شرکت که منجر به در واقع افزایش راندمان سیستم یا افزایش مثلا سرعت فلان نرم افزار به مقدار مثلا 40% شده. میدونی؟ منظورم از اینجور دست دیتا هاست. اینا خیلی کمک میکنه.
و برای هر ردیف شغلی که می نویسین به نظرم بین 3 تا 5 تا از این بولت پوینت ها، نهایتا دیگه 6 تا از این بولت پوینت ها خیلی کمک میکنه. یک سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که آقا من الان دارم چه میدونم 30 سال کار میکنم یا چه میدونم دارم 20 سال کار میکنم، تو این 20 سال 10 تا شرکت عوض کردم و اگه بخوام همه رو بنویسم چه میدونم میشه 4 صفحه میشه، چی کار کنم؟ اگر سابقه کاری بالایی دارید و خیلی شرکت عوض کردید و سابقه کاری بالایی دارید، یک در واقع بک‌گراند طویلی دارید، میتونید بیاید فوکس کنید اولا اینکه توی مثلا 5 سال اخیر توی 3 تا شغل آخرتون به فرض بیاین با همین دیتیلی که گفتم صحبت کنین، اسم شرکت رو بنویسین، اسم رول رو بنویسین، تاریخش رو بنویسین، شهر و کشورش رو بنویسین و 4 5 تا 6 تا از این بولت پوینت ها از دستاورداتون، از شرح وظایفتون هم بنویسید و بعد بقیه‌شون رو فقط به صورت تیتروار باز همینجوری پشت هم به همون ترتیب اسم شرکت رو بنویسین، اسم شغل رو بنویسین، تاریخ همکاری رو بنویسین، همین بریم بعدی. یا اینکه اگر دیگه خیلی طولانیه و خیلی مثلا فکر میکنید داره طولانی میشه، میگم میتونین از یه سری از دیگه خیلی قدیمی ها کلن چشم پوشی کنید. ولی اصولا آدم ها خصوصا نسلی که امروزه توی خارج از کشور دنبال کار هستن این زیاد براشون صدق نمیکنه، این ولی شاید برای آیندهتون انشالله حتما صدق میکنه. کلی دستاورد دارین، کلی سابقه کاری دارید و بعدن یه روزی اگر 10 سال دیگه خواستین رزومتون رو آپدیت کنید شاید دوباره بیاین این ویدیو رو ببینین و اون موقع این بهتون کمک میکنه. یه سری سوال دیگه هست راجع به این سوابق کاری از من پرسیده میشه، این که اوکی ما مثلا ایران زمانی که ایران بودیم یا همینجا بودیم به فرض 5 سال چه میدونم 10 سال هر چقدر سابقه کاری غیر مرتبط داشتم، من سابقه کاری غیر مرتبط داشتم و بعدش مثلا حالا بنا به دوره‌ای که دیدم، بنا به تحصیلاتی که کردم یا هر چیز دیگه‌ای زندگی منو کشون به یه حوزه کاری دیگه و الان برای کاری که دارم اپلای میکنم شاید اصلا اون سابقه کارهای غیر مرتبطم واقعا خیلی غیر مرتبط بیاد، اونو چی کار کنم؟ اینجا باز توصیه من به شما اینه اگر سابقه کاری قوی و خوبی دارید توی این رولی که دارید براش اپلای میکنید و مرتبطه، سابقه کاری مرتبط قوی دارید، حتی میتونه یه دونه سابقه کاری باشه ولی مثلا دارم میگم 5 ساله دارین تو فلان شرکت کار میکنید، اون زمان احتیاجی نداره که اصلا کلا اون سابقه کاری غیر مرتبط رو بیارید، اصلا کلا نیاریدشون. شما در حال حاضر یه سابقه کاری خوب و مرتبطی و استرانگی توی این حوزه دارید، پس دیگه اصلا احتیاجی به اون قضیه ندارید. حالا ممکنه موقع اینترویو ازتون بپرسن اوکی شما قبلا چی کار میکردین قبل اینکه مثلا اینجا کار میکردی، میتونی بگی که آره مثلا من تو فلان فیلد بودم و بعد اصلا کلا فیلدمو عوض کردم. اگر نه جا دارید تو رزومتون و همینطور سابقه کاریتون اونقدی توی این فیلد دیگه زیاد و استرانگ نیست، اون موقع میتونین بیاین سابقه کاریه رو به 2 قسمت کنید. work experience، خب سابقه کاری‌های مرتبطتون رو بنویسید که با این شغله و بعد بیاین توی در واقع یه سکشن پایین‌تر بنویسید سابقه کاری غیر مرتبط، خب و بعد شروع کنید اونجا اون سابقه کاری‌ها رو نوشتن. یا خیلی وقتا مثلا دارم میگم شما ایران بودید، ایران کار میکردید، مثلا یک آدمی تو ایران لیسانسش به فرض نقاشی بوده، بعد رفته کار گرافیک کرده چند سال، خب سابقه کاری خیلی خوبی هم بوده، 5 سال 6 سال کار گرافیک کرده، بعد یهو علاقه پیدا کرده اومده توی کشور دیگه‌ای تحصیلاتش مثلا شده بازیگری، مثلا چه می‌دونم تحصیلاتش شده معماری، خب درس خونده و حالا داره دنبال کار میگره. خب این آدم سابقه کاری داره ولی مرتبط نیست. اون موقع میتونه بیاد چیکار کنه؟ اون موقع میتونه یا حتی
این که مثلا 6 ماه به صورت پارت تایم، به صورت کارآموز رفته توی استودیوی معماری همینجا تو اون کشوری که هست کار کرده. اون موقع دوباره این آدم میتونه بیاد به خاطر اینکه نشون بده که این آدم کار کرده، تو محیط کار بوده و تجربه کار حرفه‌ای رو داشته، میتونه بیاد تحصیلاتش که نشون داد، سابقه کاری مرتبط، مثلا اون 6 ماهی که کارآموز بوده، اون 6 ماهی که پارت تایم کار کرده رو بیاره مرتبط، بعد دوباره یه قسمت سابقه کاری نامرتبط یا غیر مرتبط بیاره و بعد اونا رو اونجا بنویسه. پس اینم شد از بحث سابقه کار. قسمت بعدی میتونه قسمت اینترست یا علایق شما باشه. خیلی اینو به عنوان یک در واقع چیز فانتزی میبینن توی در واقع CV، ولی از دید یک آدم حرفه‌ای این که شما بیاین راجع به یک چیزی صحبت کنید، این که شما چه علایقی دارید، نشون میده که شما غیر از کارتون توی زندگی اجتماعیتون حرفی برای گفتن دارید. نشون میده که شما خارج از در واقع محیط کارتون چه هویتی دارید، یه هویتی برای خودتون دارید و این علایق میتونه قسمتی باشه که خیلی خوب این رو نشون بده. توی این قسمت چیزی که من خیلی دیدم، خیلی میام از تمپلیت ها استفاده میکنن، از قالب ها استفاده میکنن و چون اونجا این قسمت اینترست یا علایق هست میان یه چیزی مینویسن و غالبا دیدم خیلی کلی مینویسن و این اشتباهه. وقتی تو قسمت علایقه ننویسین مثلا سپورت، ننویسین مثلا آرت، بیاین یه کمی دقیق صحبت کنین. اوکی، من اگر اسپورت اینترستم میام دقیق صحبت میکنم، مثلا میگم شنا، میام میگم فوتبال، میام میگم بدمینتون، تنیس، یه همچین چیزی. اگر آرته میام دقیق مینویسم نیچر فوتوگرافی، عکاسی طبیعت، حتی عکاسی هم نمینویسم، مینویسم عکاسی طبیعت. این نشون میده او خب این آدم پس یه آدمیه، میدونی اون فرست ایمپرشن است، آدمه میخواد با شخصیت شما یه کوچولو بدونین که قبل اینکه باهاتون مصاحبه کرده باشه آشنا شه. اوکی، این آدم پس یک آدمیه که از طبیعت لذت میبره. اوکی، این آدمیه که یه کمی هم از هنر لذت میبره. پس یه چیزایی تو ذهنش شکل میگیره. پس این قسمت اینترست هم میتونه جذاب باشه، ولی باز میگم میتونم نذارینش. من خودم تو CV این قسمت رو ندارم. مثلا قسمت بعدی میتونه دستاوردها یا مثلا اچیومنت های شما باشه. دستاوردهای شما میتونه دستاوردهای آکادمیکتون، دستاوردهای حرفه‌ایتون باشه، این که مثلا فلان جایزه رو دریافت کردید، فلان سرتیفیکیت رو گرفتید. غالباً باید مرتبط باشه. این که مثلا دارم میگم فلان سرتیفیکیت رو من توی دیجیتال مارکتینگ گرفتم و الانم دارم برای کار دیجیتال مارکتینگ اپلای میکنم، مرتبطه. فلان دستاورد رو داشتم، مثلا چه میدونم من دارم برای یک رول گرافیک دیزاین دارم اپلای میکنم و توی دستاوردام مینویسم مثلا سال 2011 من جایزه بهترین پوستر مثلا فلان فستیوال رو توی کشورم یا توی این کشور دریافت کردم. یا حتی یه وقتایی میتونه هم نامرتبط باشه، این که شما یه سری اچیومنت داشتید. پس سرتیفیکیت ها، اچیومنت هاتون رو هم میتونید بیارید. قسمت بعدی میتونه قسمت رفرنس باشه. توی قسمت رفرنس ببینید خیلی هم می نویسن آره رفرنس موجوده در صورتی که شما درخواستش رو بدید، موجوده. خیلی هم می نویسن این رو، خیلی هم نمی نویسن. من خودم تو رزومم این رو نداشتم. چرا؟ چون امروز روز توی شرکت های معتبر دنیا بک‌گراند چک یا رفرنس چک یا اسکرینینگ یک فرایند کاملا استاندارد و روتینه و در واقع شما برای هر رول تخصصی که اپلای میکنید در نهایت وقتی که به شما آفر رو بدن میگن که اوکی ما باید یه سری بک‌گراند چک انجام بدیم با تمام مثلا دارم میگم کارفرماهای قبلی شما، به فرض توی 5 سال اخیر تماس میگیرن، ازشون چک میکنن که اولا که شما اطلاعاتی که توی رزومتون آوردین دروغ نبوده باشه، راستشو گفته باشین.
بهشون ایمیل میدن، تلفن میزنن. برای ایران اصولا ایمیل میدن، چک میکنن که آیا تاریخی که گفتین باشون همکاری کردید، پوزیشنی که به اینا گفتین راسته، و 3 اینکه اینها نظرشون راجع به شما چیه. اگر شما رو بخواین دیسکرایب کنن، شما رو بخوان توصیف کنن، چه جور آدمی توصیفتون میکنن. ولی میگم خیلی هم مینویسن، تو خیلی از تمپلیت هم هست و مینویسن که مثلا ریفرنس هم من دارم، در صورتی که شما درخواست بدین. یادتون باشه همیشه با ریفرنس هاتون باید ازشون اجازه بگیرین. اگر بخواین اسمشون رو بدین، قبل از اینکه اسمشون رو بدین به اون شرکت باید باشون هماهنگ کنین، ازشون اجازه بگیرین. خیلی وقتا ریفرنس ها آکادمیکن و خیلی وقتا هم کارین. این بود سکشن های خیلی کلی و استاندارد. میگم یه چند تاشون رو گفتم که دل بخوان، مثل سامری یا about me، قسمتی که مربوط به achievement هاست، قسمتی که مربوط مثلا به interest، همین ریفرنس. اینا یه سری قسمت های در واقع دل بخواهن ولی اکثرا هستن تو تمام رزومه ها. یک سری از قسمت ها هم که اصلا عضو جدا نشدنی رزومه است، مثل تحصیلات، مثل سوابق کاری، مثل اطلاعات شخصی. آخرین توصیه من قبل از جمع‌بندی ویدیو، به هیچ وجه در رزومتون دروغ نگید، چون اون دروغ یک روزی برملا میشه. حالا ممکنه زمان بعد از گرفتن اپلیکیشن در واقع کانفرمیشن یا آفر رو بشه، زمان بک‌گراند چک یا اسکرینینگ. بر اساس تجربه من فرد بهش توضیح دادم رزومه چجوری نوشته میشه، همه چی، رفته یه رزومه دروغی نوشته، سابقه کار برای خودش درست کرده، الکی اونجا نوشته، با هم کمک کردیم، کلی براش انرژی گذاشتم، وقت گذاشتم، اپلای کرده، کارو گرفته، جاب آفر رو گرفته، و بعد بهش گفتن که فلانی باید بری تو این لینک، لیست اطلاعات تماس، اطلاعات ایمیل، آدرس و همه چی، کل اون کارفرماهایی که اینجا اعلام کردی تو 5 سال گذشته داشتی باشون کار میکردی رو به همون اعلام کنین که ما میخوایم باشون تماس بگیریم، چک کنیم. و بعد اونجا طرف گیر کرده چون که ایمیل با دومین اون شرکت نداشته، نمیدونم خیلی مسائل دیگه، و بعد یهو همه چی رفته رو هوا. پس تا جایی که ممکنه دروغ نگین تو رزومتون. من خیلی وقتا اینو میگم، اگرم دارین دروغ میگین باید دروغگوی خیلی خوبی باشین و از اون طرف بتونین پی همه چیشم به تنتون بمالید. اینکه بک‌گراند چک باید انجام بدید، باید رفرنس معرفی کنید و هزاران کار دیگه، ولی دروغ نگید، چون اگر امروز هم مشخص نشه 5 سال دیگه یهو ممکنه مشخص بشه. راستشو بگین، سابقه جمع کنین و کارو بگیرید و لذتشو ببرید. این کلیت در واقع این ویدیو بود و حالا این یه بخشی از در واقع پروسه اپلای کردن بود. بخشای دیگه‌ای داره، کاور لتر هست که تو ویدیوی بعدی راجبش صحبت میکنم. بحث پر کردن اپلیکیشن فرم هستش، راجبش صحبت میکنم. خود تکنیک های اینترویو هست، این که اصلا تو اینترویو چی بگیم، چی نگیم، چی یادداشت کنیم، چه فیدبکی بگیریم، اینا رو همه رو راجبشون صحبت میکنم. و آره این اولین قسمت بود و امیدوارم که مفید واقع بوده باشه. به من تو کامنت ها بگین، سوالاتون رو بگین، اینکه راجب چه چیزهایی حرف بزنم، راجب چه موضوعاتی بیشتر علاقه دارین که بشنوین، راجب چه چیزهایی بیشتر توضیح بدم. و لطفاً برای اینکه من رو موتیویتد نگه دارید که ویدیوها رو تندتر بسازم، بیشتر بسازم. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو برای دوستاتون بفرستید، ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید و از اینجور کارها. و آره منتظر ویدیوهای بعدی باشید. حتما راجع به قسمت‌های بعدی کاریابی و این هم صحبت میکنم به زودی زود. و اینکه مراقب خودتون باشید و شما رو به زودی میبینم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.